سلام. میدونستین خیلی وقتا شما ستاپ معاملاتتون درسته ولی چون با کارگزاری درست حسابی کار نمی‌کنین استاپ میشید و بیرون میرین فکر می‌کنین مشکل از استراتژیتون هست. یه سری موارد هست که تشخیص بدیم یه کارگزاری درست حسابی هست یا نه. حالا اونا چی هستن؟ بروکر معتبر باید که مجوز داشته باشه. اسپرد از کمیسیون خیلی پایین و خیلی بالا نداشته باشه، چون که اسپرد خیلی پایین نشون میده که کارگزاری از یه جای دیگه داره سود میکنه، چون که درآمد کارگزاری از همین اسپرد کمیسیون هاست. وقتی کارگزاری میگه با اسپرد کمیسیون صفر دارم کار میکنم شما بیاین ترید بکنید، یعنی دیگه مشکوک یه جای کار میلنگه. اسپرد خیلی بالا هم خب به ضرر تریدر هست، یعنی باید یه اسپرد معقولی داشته باشه. کارگزاری که کندل سازی نکنه. شما خودتون میتونید تست کنید کارگزاری‌های مختلف رو توی ساعت باز و بسته شدن سشن ها، توی شروع روز کاری مثلا دوشنبه اول وقت چک کنید کارگزاری‌های مختلف رو و اسلیپیج هاشون رو با هم مقایسه بکنید. الان خیلی از کارگزاری‌هایی که توی اینستا شاخن و دارن برای ایرانی‌ها مانور میدن رتبهشون 2. نظر من قبل از هر چیز برین رتبه کارگزاری توی VKFX سایتشو براتون میذارم، اونجا چک کنید. اگر که رتبه خوبی داشت یعنی کارگزاری حداقل حالی اعتبارایی داره. تیم ریسک قوی داشته باشه. سرعت اجرای سفارشات باید بالا باشه. کارگزاری‌هایی که زیر سقف فنی لازم رو ندارن سفارش رو الان ثبت می‌کنین 2 دقیقه بعد میره میشینه. این خیلی مهمه. برداشت و واریزش باید سریع باشه. خیلی از کارگزاری‌ها می‌نویسن واریز و برداشت آنی، واریز رو سریع انجام میدن ولی برای برداشت تریدرها رو اذیت می‌کنن. من خیلی کارگزاری‌ها رو تو دبی میشناسم که اصلا پول ایرانی‌ها رو پس نمیدن، یعنی هر چقدر درخواست میدن بلاک میکنن، میگن علت برداشت چیه. مال خودم 2 ماه طول کشید تا پولمو درآوردم از این کارگزاری. پس ویژگی‌های یک بروکر خوب اینه که رگوله داشته باشه، مجوزهای خوبی داشته باشه، اسپرد و کمیسیونش معقول باشه، نه خیلی پایین باشه نه خیلی بالا، کندل سازی نکنه، توی سایت VKFX نمره خوبی داشته باشه، برداشت و واریزش سریع باشه، بلوف نزنه، واقعا برداشت و واریزش سریع باشه، پشتیبانی قوی داشته باشه، تیم ریسک داشته باشه، سرعت اجرای سفارشاتش بالا باشه و در آخر اینکه کارگزاری زیادی کلاهبردارن و خیلی حواستون باشه. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. اگر به درتون خورد برای بقیه هم به اشتراکش بذارین. مرسی. بای بای.